کشوری که کشور عمان در روزهای تابستان گرما به 70 درجه میرسه ولی یه ذره آسفالتش خراب نمیشه یا یه ذره کوچه هاش خرابی نداره. ما اگه بخوایم با کشور خودمون مقایسه کنیم اصلا نمیشه با کشور خودمون مقایسه کرد با ایران، ولی خدایش اینجا مهندسیش حرف نداره. اینجا چیزی به نام دیوار بلند یا اینکه دیواری بذارن که طرف نتونه بیاد داخل یا مثلا پیاده رو چون هوا خیلی گرمه ماشین رو بیشتر هست، جوریه که بیشتر ماشین ها میان تا آدم ها، یعنی کسی از ماشین پیاده نمیشه بخواد بره چیزی بخره. اینجا هر جا میری بوق میزنی هندی هست بنگلادشی هست میاد سرویس بهت میده یا ببین الان این ماشین صبر کرد تا ما رد بشیم. اینجوریه این کشور. حالا این یه شهر کوچیکشه، شهرهای مسقط، شهرهای بزرگتر خیلی کیفیتش بالاتره.